بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، حبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم آمین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با درس 60 از سلسله درس‌های تفسیر نور خدمت شما هستم به حول قوه الهی. این درس تحدیداً موضوع درسمون آیات 122 تا 124، یعنی 3 آیه 122، 123 و 124 سوره مبارکه البقره خواهد بود و بنابر روندی که در درس‌های قبل داشتیم، محور یا مباحثی که در این درس‌ها داریم، ابتدا تلاوت این آیات خواهد بود، سپس به ترجمه روان آیات خواهیم پرداخت. بعد از اون به معانی کلماتی دشواری که در این چند آیه نهفته است میپردازیم و از اون پس مفاهیم و اصطلاحاتی که لغوی است ولی کاربرد تفسیری خاصی داره و دلالت و معانی خاصی را میرسونه میپردازیم. از اون پس به شرح و تفسیر مختصر آیات اشاره خواهیم کرد و ارتباط این آیات با همدیگر، و در نهایت هم درس و عبرت هایی که از این چند آیه میآموزیم با هم مرور خواهیم کرد. ابتدا گوش جان بسپاریم به تلاوت آیات 122 تا 124 سوره مبارکه البقره. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. بله عزیزان، همینطور که مستحضر هستید، این آیات با ندای قرآنی به بنی اسرائیل شروع شد. قرآن کریم به بنی اسرائیل خطاب کرد: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. یعنی ای بنی اسرائیل، نعمت مرا بیاد آورید که بر شما ارزانی داشتم و این که شما را بر جهانیان برتری دادم. در آیه بعد 123 سوره مبارکه البقره، الله سبحانه و تعالی آنها را دعوت به تقوا و حساب کتاب روز آخرت فرا می‌خواند. می‌فرماید: واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. و از روزی بترسید که هیچ کس دیگری را کفایت نمی‌کنه و نمیتونه از عهده دفاع از اون بر بیاد و از او تاوانی هم گرفته نمی‌شود و هیچ شفاعتی به حال او فایده‌ای نمی‌رساند و نه هم یاری شوند، نه هم ایشان یاری شوندگان هستند. در آیه آخر یا 124 الله سبحانه و تعالی می‌فرماید: و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. یعنی بیاد آور یا بیاد آورید آن هنگامی که پروردگار ابراهیم او را با اوامری امتحان کرد، با دستورات و تعلیمات مختلف امتحان و آزمایش کرد. پس چون ابراهیم سرافراز امتحانات را تمام کرد و آزمایشات را پشت سر گذاشت، فاتمهن،
قال انی جاعلک للناس اماما. الله سبحانه و تعالی به ابراهیم فرمود من تو را امام مردم قرار میدهم. قال و من ذریتی. ابراهیم در آنجا گفت که آیا پروردگارم از نسلم نیز قرار میفرمایی؟ این یک سوال یا اینکه یا یک طلب خواهد بود پروردگارا از نسل و ذریه و نوادگانم نیز ائمه آیندگان قرار ده. الله سبحانه و تعالی فرمود قال لا ینال عهد الظالمین. الله سبحانه و تعالی فرمود عهد من به ستمکاران یا ستمگران نمیرسد. این ترجمه روان این سه آیه 122 123 و 124 سوره مبارکه بقره بود. خب ما در اینجا به معانی بعضی از کلمات اشاره خواهیم کرد تا اینکه اگر دشواری در فهم آیات وجود داره برطرف بشه. بنی اسرائیل یعنی فرزندان اسرائیل. اسرائیل نام دیگر یعقوب علیه السلام بر زبان عبری است و معنای آن یعنی عبدالله. پس بنی اسرائیل کیا هستند؟ یعنی فرزندان یعقوب نبی علیه السلام. یعقوب نبی که از سلاله ابراهیم علیه السلام هست. اذکروا یعنی تذکر و پند و عبرت بگیرید، بیاد بیارید، ولی یادآوری که از باب چی باشه؟ پند و اندرز و عبرت باشه. فضلتکم یعنی شما را برتری دادم و غلبه و چیرگی دادم. اتقوا یعنی بترسید یا حساب ببرید. یوما یعنی روزی. اتقوا یوما بترسید یا حساب ببرید از روزی. کدام روز؟ این یوما منکر نکره هست، علما میگن، علمای لغت، یعنی روزی که وصف آن در بعد از این جمله خواهد آمد. یومی که لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کفایت نمیکنه. لا تجزی یعنی کفایت نمی کند، اجزا نیست، مجزع نیست، برآورده نمی کند. و عدل یعنی همتا یا فدیه یا بلاگردان. و شفاعه در اصل یعنی جفت و مثل جفت و مثل یعنی برعکس یا ضد تک و تنها که همون وتر هست. به معنای میانجیگری و طلب خیر برای دیگری هم به کار برده میشه. و ممکن است این شفاعت بعضی وقتا شفاعت در خیر باشه و بعضی وقتا شفاعت در شر باشه، همونطور که در سوره مبارکه النساء آمده است. من یشفع شفاعتا حسنتا و من یشفع شفاعتا سیئتا که در وقت خودش به تفسیر و توضیح آن انشاءالله خواهیم پرداخت. لا هم ینصرون و لا هم ینصرون یعنی نه هم ایشان هستند نصرت شدگان، نه یاری شدگان و نصرت شدگان خواهند بود. در آیه آخر و ایدی ابتلا یعنی بیاد آورید، ابتلا یعنی آزمود و آزمایش کرد، از ابتلا میاد ولی اینجا فعل هست. ابتلا یعنی آزمود و آزمایش کرد. ابراهیم پیامبر معروف ابوالانبیا، معنایش به لغت عبریست. ابراهیم کلمه عبریست که معرب شده یعنی به زبان عربی در آمده است. در اصل کلمه عبریست ابراهیم به معنای پدر مهربان. به کلمات، در اصل کلمات ممکن جمله هایی باشه، ممکن عبارت هایی باشه، ولی تفسیر تحت لفظی اون یعنی دستورات و تعلیمات و آزمایشاتی که الله سبحانه و تعالی به کرار و به تکرار از ابراهیم علیه السلام به عمل آورد. فاتمهن یعنی پس ابراهیم آن آزمایش ها را و اون امتحانات را و اون دستورات را با موفقیت پشت سر گذاشت. جاعلک یعنی گرداننده ایم تو را یا قرار دهنده ایم تو را ای ابراهیم. ذریتی یعنی ذریه یعنی نسل و فرزندانم و نوادگانم. خب این بعضی از کلمات بود که به ظاهر دشوار می رسید برای ما فارسی زبان ها و ترجمهش خدمتتون عرض شد. مفاهیم لغوی چند تا از این عبارت هاست که بیشتر باید بازش کنیم تا مدلول ها و دلالت های زیبای آن در خلال این آیات رو کشف کنیم. یکی از اینها بنی اسرائیل هست که برای بار چهارم داره اینجا تکرار میشه.
عبارت یا اصطلاح بنی اسرائیل 43 بار در قرآن کریم تکرار شده. اینجا بار چهارمشه. لحن خطاب قرآن با یهود با اسلوب یا بنی اسرائیل درش عین ادب و تذکر به اصل دین و دیانتشونه. یعنی هیچ نوع اهانتی که درش نیست وقتی قرآن میفرماید یا بنی اسرائیل، بلکه آنها را که نوادگان و اجداد و از نسل و ذریه پیامبران بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیه السلام و از قبل آن ابراهیم علیه السلام هستند را بیاد اصل و نژاد پاک و پیامبران والا و برانگیخته شده الهی و اون که صاحبان کتاب و مبدأ و دین و دیانت بودند میاندازد تا این که به خود بر بگردند و بدونند که چه راهی را در پیش گرفتند. آیا راه آن اجداد و آن پدران و بزرگان و نیکانی بودند که بر دین خدا توحید، رستگاری و استقامت در آزمایش های سخت الهی سالم سپری کردند، یا اینکه واقعا کج رفتند و جز نامی از اونها چیز دیگه براشون باقی نمونده است؟ پس بنابراین لحن خطاب قرآن با یهود بدین اسلوب در اوج ادب و حسن محاوره هست که همراه با تذکر به اصل دین و دیانت و معتقدات آنهاست و در واقع میخواد قرآن با این واژه اونها را کمی به اصل خودشون و نژاد پاکشون برمیگردونه تا اینکه به خودشون برمیگردن. و این درس بسیار مهمی داره که در آینده در درس عبرت ها در خلال درس ها عبرت ها خواهیم گفت. قرآن میفرماید نعمتی التي انعمت علیکم. تذکر قرآن به بنی اسرائیل به نعمتی است که بر آنها ارزانی داشته. قرآن در اینجا ذکر نکرد، مختصر و چکیده فرمود بیاد بیارید نعمت مرا که بر شما اکرام و انعام کرده اند. حالا خودتون بهتر میدونید، تاریخ خودتون را میدونید که چه بر سر پیامبران و امتتون در گذشته اومده است و چگونه خداوند عزوجل بر شما انعام اکرام کرده است. زیاده. ممکنه این نعمت‌ها از اهم و مهمترشون برانگیخته شدن پیامبران یعنی انعام نبوت بر بنی اسرائیل باشه و همچنین نزول کتاب‌های الهی که درش راه هدایت و رستگاری است یکی دیگر از نعمت‌های الهی باشه و ممکن است نجات از فرعون و ستمگری آن زمان و طاغوتی که بنی اسرائیل را به بردگی و بندگی گرفته بود و نجات از اون با اون شیوه معجزه آسایی که در قرآن ثبت شده و اذ فرقنا البحر و همچنین در سوره اعراف میخوانیم، در سوره بقره میخوانیم که قرآن کریم فرمود زمانی که به موسی دستور دادیم که با عصایش به دریا بزند تا اینکه راههای خشک در میان و سالم در میان اون دریا به وجود بیاد و همه سالم جات نجات سالم به در ببرند. این یکی دیگر از نعمت‌های بزرگ الهی است. استقرار در زمین بعد از اون همه آوارگی و آشفتگی که به براشون به وجود اومد و همچنین تشکیل دولت و حکومت دینی در طول تاریخشون و پیامبرانی که هم پادشاه بودند و هم پیامبر بودند مثل سلیمان و داوود و دیگران علیهم السلام. همه اینها میتواند نعمت‌های الهی بر بنی اسرائیل باشه که خود بنی اسرائیل به اونها بیشتر واقف بودند. و یکی از نعمت‌های برجسته انی فضلتکم علی العالمین. الله سبحانه و تعالی بنی اسرائیل را در عصر خودشان بر همه جهانیان چیرگی و غلبه داد. چراش خیلی واضح و مشخص است، چون راه پیروی از خدا را در پیش گرفتن، پیامبرانی در میان آنها بودند، کتاب و دین داشتند و آیینشون درست بود. ولی آیا این چیرگی و برتری ادامه داشت؟ تاریخ را ورق بزنیم، واقعیت را بخوانیم، اون وقت میدونیم چه شده. قال انی جاعلک للناس اماما. در آیه بعد یکی از واژه‌های بسیار مهم قرآنی، خطاب قرآنی به ابراهیم علیه السلام است در آن زمانی که از امتحانات سرافراز بیرون اومد و قرآن فرمود انی جاعلک للناس اماما. امامت بعد از نبوت برای ابراهیم چه معنا داره؟ لقب امام برای ابراهیم نبی چی میتونه باشه؟
واقعیت منزلت ابراهیم بعد از موفقیت در امتحانات سخت الهی تا چه مرحله است، اینها بحث و مباحث بسیار مهمی است که بعد از یک میان برنامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. بله بینندگان عزیز، با سلام مجدد. این سوالاتی که در بحث امامت مطرح شد را بذارید از خلال شرح و تفسیری که در این آیات داریم پی بگیریم. ببینید قرآن کریم سر و حکمت تکرار این نوع خطاب در قرآن بر بنی اسرائیل خیلی واضح و روشن مکررن تکرار کرده. اولا اینکه عناد و لجاجت اهل کتاب در سرپیچی از دستورات و فرامین قرآن و رسول قرآن علیه السلام و نپذیرفتن حقایق مسلمی که تورات هم آن را نوید داده بود و انجیل آن را باز تأکید کرده بود، باعث شد که الله سبحانه و تعالی به بنی اسرائیل مکرراً گوشزد بکنه که ای بنی اسرائیل، ای صاحبان کتاب آسمانی، ای که پیامبرانی در میانتان مبعوث شده، اینها را خوندید، اینها را میدونید، اینها تاکید شده در کتاب‌های آسمانی شما و الهی شما، چرا گوش نمیدید و مثل مشرکین جاهل و نادان راه عناد و لجاجت را در پیش دارید؟ اینجا بود که قرآن کریم مکرراً بر اینها گوشزد میکنه و تکرار میکنه. به خصوص این که بنی اسرائیل در میانشون علما و دانشمندانی بود که از تاریخ گذشته خودشون خوب میدونستند و کتاب‌های الهی خودشون را میدانستند و رمز برتریشون در گذشته هم بر جهانیان را میدونستند که پیروی از دستورات فرامین الهی و مطیع و فرمانبری، اطاعت و فرمانبری از قرآن، از کتاب الهیشون و دستورات پیامبرانشون بوده. همچنان میدانستند که برعکس اون رمز ذلت و خواریشون تخطی و تجاوز و تعدی از دستورات الله سبحانه و تعالی و سرپیچی از فرامین پیامبرانشون و همین حقایق بود که قرآن باز مکرراً این اصول را تکرار میکرد و آنها را پند و موعظه میداد. قرآن حق آشکاره و حقایق را برای حق جویان کاملا واضح و روشن بیان میکنه و آن کسی که بیشتر میداند باید بیشتر مورد دعوت و انذار قرار بگیره. دعوت قرآن کریم به تقوا و ترس از حساب آخرت جانب دیگر از وصف زیبای قرآنی است که بارها بخصوص برای علما و برجستگان و نخبگان و دانشمندان امتهای دیگر که راه خلاف قرآن را در پیش گرفتند مهم است. بخصوص اینکه قرآن کریم با چند مقطع مهم و تکان دهنده از روزی که تکان دهنده است، روزی که واقعا انسان را سر جای خودش نگه می‌داره و باید حساب کارش رو بکنه، آن روز این گونه در قرآن وصفش میاد. و تقوا یوما، بترسید و تقوا پیشه کنید، حساب ببرید از آن روز. کدام روز؟ لا تجزی نفس عن نفس شیئا. اولین وصف قرآنی برای اون روز، یعنی روز آخرت، اینه هیچ کس به درد دیگری نمیخوره. یعنی خیال نکنید آن سرمایه‌دار یا اون سیاستمدار یا اون قدرتمند یا الی آخره میتواند در آخرت از شما حمایت بکنه، یا آن فرزندان دلبند شما که در دنیا به شما دل بستند، یا آن خویشان و بستگانی که دور شما جمع شدند. هرگز. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. هیچ کدوم از اینا به درد نمیخوره. همه اینها از یکدیگر فرار میکنند. هر کس میگوید نفسی نفسی، خودشو میخواد نجات بده و خودشو میخواد از آتش جهنم نجات بده. اون روزی است که هیچ کس به درد دیگری نمیخوره. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، هیچ کمکی نمیتونه بکنه. وصف دومش اینه، روزی که هیچ ولا یقبل منها عدل،
روزی که هیچ مقابل و هیچ فدیه و هیچ بلاگردانی از کسی پذیرفته نمیشه. یعنی اگر کسی به مالش هم قرار باشد در دنیا بگوید من میتونم با مالم باز خرید کنم، نجات پیدا بکنم، خودم را به جایی برسونم، آخرت این حساب کتاب ها نیست. مالی وجود نداره، مال ها همه باد شده. اونجا دیگه مال نیست، اونجا عمل است در جلوی ما هستیم و دست خالی. هیچ چیزی نیست که فدیه و بلاگردان ما از آتش جهنم و حساب آخرت باشه. همچنین لا عدل ولا شفاعه، و نه هم هیچ واسطه کارآمدی در اونجا وجود داره. یعنی هیچ شفاعت و میانجیگری در اونجا بر خلاف تصور دنیا به درد نمیخوره. درست شفاعت عظما برای پیامبر صلی الله علیه و سلم در نص صریح بعضی از آیات قرآنی وجود دارد و همچنین احادیث ثابت و متواتر. ولی این به معنا نیست که انسانی که گناهکار هست تا اون رتبه که نمیتونه از خودش دفاع بکنه، پیامبر یا صالحین یا شهدا یا حفاظ قرآن به دردش بخورن. روزی که هیچ واسطه‌ای کارآمد نیست مگر به امر الله سبحانه و تعالی. یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. در سوره طه میخوانیم آن روز روزی است که هیچ شفاعتی کارآمد نیست مگر برای کسی که الله ازش راضی باشه و به اذن و اراده الله اون شفاعت صورت بگیره. پس این هم سومین وصف آن روزه. و وصف چهارمش این ولا هم ینصرون. اون روز روزی است که هیچ کمک کننده و یاری دهنده نیست که به درد انسان بخوره. با این وصف میریم به سر آیه بعد که قرآن کریم داستان ابراهیم خلیل را با اون قصه، با اون ابتلاعات و آزمایش‌های سنگینش رو خیلی مختصر و چکیده در اینجا بیان میکنه تا اینکه در آیات و سوره‌های بعد به شرح و تفسیر آن بپردازد. در اینجا میفرماید و ایدی ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. سپس قرآن کریم ابتلا و امتحانات سخت ابراهیم خلیل ابوالانبیا را مختصرا یادآوری میکنه و نتیجه سرافرازی در امتحانات الهی رو این انعام و این مدال افتخار به ابراهیم میده که میفرماید انی جاعلک للناس اماما. اولا اینجا یک سوال پیش میاد که امتحاناتی که و آزمایش هایی که ابراهیم پس داد چی بود؟ خیلی مختصر و چکیده. شاید از اولینش همون طاغوت زمانش که نمرود بود، باش اینقدر جنگ و جدال کرد و اون ملتی که همه چیز را جز خدا میپرستیدن. همه چیز دنیا از ستاره و ماه گرفته تا سایر معبودات ساختگی دست خودشون را میپرستیدند جز الله سبحانه و تعالی. پیامبر توحیدی ابراهیم علیه السلام به نص قرآن کریم اینقدر مبارزه را با اینها با شیوه‌های مختلف در پیش گرفت تا اینکه عده‌ای را تونست هدایت بکنه. و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه. و سپس پس از آن ببینیم که در محرکه های مختلف مورد آزمایش امتحان قرار گرفت. زمانی که خواستند او را در آتش بیاندازند، زمانی که خواستند او را شکنجه بدهند، زمانی که میخواستند همسرش را از اون بگیرند، زمانی که مجبور به هجرت شد به دیار ام القری و مکه‌ای که هنوز برپا نشده بود، زمانی که خواست فرزندش اسماعیل را بعد از اون سالیان درازی که گیرش اومده بود و روزش شده بود تک و تنها با مادرش هاجر در اون بیابان لم یزرع مکه رها بکنه، زمانی که خواست دوباره بعد از اون فراق و بازگشتش به امر الله سبحانه و تعالی دستور به ذبح اسماعیل علیه السلام داده شده بود. همه اینها آزمایش‌های سختی بود که اسم ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام پشت سر گذاشت و به کمال و تمام اون رو با سرافرازی تمومش کرد. اینجا بود که
نتیجه این امتحان و پیروزی و موفقیت اینجا بود که قال انی جاعلک للناس اماما. ابراهیم ما میخواهیم تو را امام و قدوه آیندگان قرار بدیم. بعد از ابراهیم تمام پیامبران به فرموده علما و اقرار کتب دینی، تمام پیامبرانی که بعد از ابراهیم مبعوث شدند علیه السلام از سلاله و نسل ابراهیم خلیل بودند، چون یا از اسحاق بودند که در بنی اسرائیل بوده یا از اسماعیل که محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در میان عرب بوده. ابراهیم خلیل در اونجا اینجا و من ذریتی هم میتونه طلب و دعا باشه که این غالبا به ذهن میرسه. در اون مقام امتحان و اون مقام مدال گرفتن و اون مقام اکرام و انعام طلبی از خدا میکنه. میفرماید و من ذریتی، آیا از ذریه و نسل من هم و نوادگان من هم ائمه‌ای هستند، بزرگانی هستند، پیامبرانی هستند که مردم را راهنمایی کنند؟ از اونها هم قرار ده. یعنی این طلبه. و میتونه هم سوال باشه که آیا از میان نوادگان و نسل آینده من هم کسانی این مقام را به دست میارن؟ الله سبحانه و تعالی مجامله نداره، رو درواسی نداره با کسی. فرمود قال لا ینال عهد الظالمین. این عهد است، این عهد من به ستمگران و ستمکاران نمیرسه. یعنی هستند از میان، اقرار هست بر اینکه از نسل و ذریه تو پیامبرانی باشند، اما اونهایی که ستمکار و ستمگرند نخیر. پس این احتمال هم وارد هست که ستمگرانی از نسل ابراهیم در میان ملت ها باشند در آینده که بودند، ولی به هر حال این احتمال هم وارد هست که برعکسش، یعنی الله سبحانه و تعالی با این شرط به ابراهیم نوید داد که هستند ولی از آنهایی که اهل عدل و انصاف باشند. اما درباره این امامت، لفظ امام در قرآن کریم هم به صیغه جمع اومده، یعنی امام به تنهایی، و هم به صیغه مفرد امام، یا هم به صیغه جمع یعنی ائمه. لفظ امام در قرآن 7 بار تکرار شده و لفظ ائمه 5 بار، جمعاً 12 بار. اصل کلمه امام در ریشه‌یابی لغوی به معنای ریشه و اصل هر چیزه، از گرفته شده. و امام همونطور که امام راغب اصفهانی رحمت الله علیه در کتاب مفردات قرآن کریم و بقیه اهل لغت در کتاب خودشون اشاره میکنن، امام به شخص یا چیزی گفته میشه که مورد اقتدای مردم قرار بگیره و مردم بتونن از اون راهیابی کنند، چه در خیر چه در شر. مثال های قرآنی زیاد هست، من 7 آیه را ردیف کردم براتون میخونم، خیلی مختصر و چکیده، و اونها را تعبیرها و دلالت اونها را ذکر خواهم کرد. قرآن کریم میفرماید قال انی جاعلک للناس اماما. این اولین آیه در سوره بقره است. در آیه 124 قرآن به ابراهیم میفرماید من تو را امام مردم قرار میدم. این امام میتونه چی باشه؟ یعنی قدوه و اسوه و الگوی خیر و صبر و استقامت در راه دینداری و توحید و یکتاپرستی. در سوره هود آیه 17 آمده است و من قبله کتاب موسی اماما و رحمه. و همچنین همین آیه به همین لفظ در سوره احقاف آیه 12 ذکر شده و من قبله کتاب موسی اماما و رحمه. یعنی قبل از قرآن کریم تورات، کتاب موسی، امام و راهنمای مردم به سوی چی بوده؟ خیر و هدایت و رستگاری بوده. همچنین در سوره اسراء میخوانیم یوم ندعو کل اناس به امامهم. روز قیامت اون روزی است که همه مردمان را چیکار میکنیم؟ با امامشون فرا میخوانیم. امامشون چیه در روز آخرت؟ کارنامه اعمالشون. کارنامه و کتاب اعمالشون راهنمای انسان هاست. اگر به دست راست سپرده شد یعنی شما اهل بهشتی هستید، از این مسیر برید. اگر به دست چپ یا از پشت سر واگذار شد، همونطور که در قرآن کریم آمده است، یعنی راهی دیگری در پیش دارید و اون جهنم، والعیاذ بالله. همچنین در سوره فرقان از زبان بندگان صالح که بندگان نیکوکار خدا هستند و عباد الرحمن الذین
یمشون علی الارض هونا، در آخرین آیاتش تقریبا میاد که آیه 74 سوره فرقان، دعای این بندگان صالح خدا اینه و جعلنا للمتقین اماما، بارالله ما را برای اهل تقوا امام و پیشوا و رهبر خیر قرار بده. یعنی خدایا ما را به این رتبه‌ای برسان که بتونیم راهنمای دیگران به سوی خیر و صلاح و نیکی باشیم. و همینطور هم هست، یعنی انسان مسلمان باید همیشه باعث خیر باشه، سبب هدایت دیگران با کارش باشه. وقتی این مردم نگاه میکنن به صلاح و رستگاری و خوبی اون در گفتارش، در رفتارش، در منشش، به اون هدایت، با اون هدایت بشن و راهنما بشن. همچنین در سوره حجر داریم فانتقمنا منهم و انهما لبامام مبین. قرآن کریم میفرماید و انهما لبامام مبین. و همچنین در سوره یاسین آیه 12 و کل شیء احصیناه فی امام، همه چیز رو در کتابی آشکار اینجا حساب کتاب کردیم. یعنی چی؟ یعنی همون کارنامه اعمال رو شمرده و مشخص برای مردمان تهیه کرده ایم که روز قیامت بهشون داده میشه. پس بنابراین این 7 آیه در سوره های مختلف به لفظ مفرد از کلمه امام به معنای معانی مختلف که یک دلالت را میرسونه و اون یعنی سبب و وسیله راهنمایی و هدایت و اقتدا. اما در سوره توبه فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، ائمه کفر را باشون بجنگید که هیچ عهد و پیمانی ندارند. و همچنین در سوره قصص میخوانیم و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، اون اهل کفر یا اون به اصطلاح فرعونیان و همراهانشون رو ائمه کفر قرار دادیم، ائمه‌ای که چیکار کنند؟ مردم را به سوی کفر فرا میخوانند، راهنمایان و رهبرانی که مردم را به سوی آتش و جهنم فرا میخوانند. برعکس اون برای صالحین و انبیا قرآن فرمود در سوره انبیا آیه 73 و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا. همین آیه به لفظی دیگر در سوره سجده میخوانیم و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا. و همچنین در سوره قصص آیه 5 میخوانیم و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. هر این 3 آیه به لفظ جمع ائمه یعنی انسانهای رستگار که قدوه نیکوکاران دیگر قرار خواهند گرفت در دنیا. با این تفسیر به اینجا میرسیم که امام یا ائمه میتواند به تعبیر کلی قرآنی هر راهنمای به سوی خیر یا به سوی شر باشد. پس بنابراین قرآن، تورات، انبیا، صالحین و نیکوکاران اینها میتونن راهنمایان خیر باشند، ائمه و امامان خیر باشند به سوی برای دیگران، یعنی قدوه و الگوی نیکی. و برعکسش تمام تواقیت و هر انسان مفسد، هر انسان فاجر و فاسق میتونه چی باشه؟ امام شر باشد برای مردم، قدوه بد داره و الگو و نمونه بدی داره ارائه میده. از این آیات خیلی مختصر در عرض 1 دقیقه فقط این مطالب را میآموزیم. پند و موعظه باید در مناسبت‌های مختلف تکرار بشه و انسانی که اهل پند و موعظه است نباید و اهل به اصطلاح دیانت است نباید از پند و موعظه دیگران دلهره داشته باشه، ولی باید مناسبت‌ها را در نظر بگیره. اسلوب موعظه باید بسیار مؤدبانه و با احترام و در خور قبول طرف مقابل باشه. از اسلوب موعظه دست دیگر اینه که از اسلوب موعظه انذار و تهدید باشه، ولی با اسلوب منطقی، به خصوص از حساب سخت الهی در آخرت. همچنین می‌آموزیم که انبیا در مواقع مختلف آزمایشات سختی را پشت سر گذاشته اند و صالحین هم که پیروان انبیا هستند همین زمینه را خواهند داشت و باید خودشون را آماده امتحانات و آزمایشات کنند، ولی در این زمینه باید بر توکل بر خدا و صبر و استقامت راه موفقیت را، پیروزی و سرافرازی در امتحانات را در پیش بگیرند که اگر چنین شد به حول قوه الهی بعد از انبیا صالحینی هستند که رهبران و قدوه های خیر مردم به سوی تمامی خوبی ها هستند. موفق و مؤید باشید
وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين.